این ایام متعلق به امیرالمؤمنین علیه السلام است. این هم برای ما درس. امیرالمؤمنین قله عدالت است، قله تقواست، قله گذشته است. در طول تاریخ اگر ملت ایران و ملت‌های مسلمان بخواهند استفاده کنند از درس این انسان بزرگ و برترین انسان‌ها بعد از پیغمبر اکرم، باید به نهج البلاغه بیشتر مراجعه کنند. من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو